سوپر عزیز سلام، حالتون چطوره؟ یه درس جدید داریم تحت عنوان Human Anatomy یا آناتومی بدن انسان. بزن بریم ببینیم چه کلماتی امروز قرار یاد بگیریم. کلمه اولمون nostrils به معنی سوراخ‌های بینی میشه. کلمه بعدی رو ببینیم، jaw. کلمه جا به معنی فک میشه. کلمه بعدیمون eyelid به معنی پلک چشم میشه. کلمه بعدیمون pinky که همون انگشت کوچیک دستمون میشه pinky. کلمه بعدیمون big toe. کلمه big toe به معنی شست پا هست. البته دقت کنین تو یا toes به معنی انگشتان پاه. این بیگ تو که میگیم میشه شست پا، انگشت بزرگمون هست. بعدیمون شین به معنی استخوان ساق پا میشه. بعدیمون کف به معنی ماهیچه ساق پا میشه که اگه این کلمه رو ما جمع ببندیم میشه کفز، یعنی به معنی ساقهای پا یا اون ماهیچه های ساق پامون میشه. کلمه بعدیمون spine به معنی ستون فقرات میشه. کلمه بعدیمون buttock به معنی باسن میشه. کلمه بعدیمون bladder به معنی مثانه میشه. کلمه بعدیمون gallbladder به معنی کیسه صفرا میشه. کلمه بعدیمون intestine به معنی روده. کلمه بعدیمون belly به معنی شکم هست. دقت کنین خیلی ها اشتباهاً stomach رو با belly اشتباه میکنن. stomach به معنی معده میشه، به معنی شکم نیست. این belly قسمت بیرونی شکم هست که میتونین بهش دست بزنید. stomach در واقع به معنی معده هست، داخل بدن هست. اینا رو با هم دیگه قاطیشون نکنید. کلمه بعدیمون belly button به معنی ناف میشه. کلمه بعدیمون immune system به معنی سیستم ایمنی بدن میشه. کلمه بعدیمون digestive system به معنی سیستم گوارشی میشه. کلمه بعدیمون abdomen به معنی ناحیه زیر سینه تا قسمت بالای ناحیه تناسلی میشه. یعنی شما این قسمت رو بهش میگن abdomen، از قسمت زیر سینه شروع میشه تا قسمت بالای ناحیه تناسلی و بعضی وقتا بهش میگن abdominal pain، یعنی دردی که توی این قسمت در واقع از بدن شما صورت میگیره. و فرقش با بلی این هست که بلی خود قسمت شکمه، abdomen یکم گسترده تر و وسیع تر هست از قسمت بلی. کلمه بعدیمون breast به معنی سینه هست که چه برای آقایون چه برای خانم ها میشه ازش استفاده کرد. کلمه بعدیمون collarbone به معنی استخوان ترقوه هست. کلمه بعدیمون scalp به معنی پوست سر میشه. کلمه بعدیمون heartbeat به معنی ضربان قلب. کلمه بعدیمون cell به معنی سلول میشه. کلمه بعدیمون vein به معنی رگ میشه. کلمه بعدیمون blood vessel به معنی رگ خونی هست. کلمه بعدیمون artery به معنی شاهرگ یا همون سرخرگ میشه. کلمه بعدیمون Adam's apple به معنی همون سیب گلو یا برآمدگی استخوان روی همون قسمت گلومون رو میگیم. و کلمه بعدیمون organ به معنی عضو بدن میشه. خب دوستای عزیزم، آموزش ما اینجا در اصل به پایان رسید. حالا میریم یه دونه کویز تایم رو با همدیگه انجامش بدیم به وقت آزمون. با همدیگه یه در واقع حالا تستی بگیریم ببینیم که چقدر از این مطالب شما یادتون مونده. با همدیگه کار میکنیم. مثلا ستون و فقرات، یه تایمر من میارم ببینین یادتون هست چی ان اینا یا نه. با هم یه تمرین کوچیک داشته باشیم. میشد spine. بعدی رو بریم نگاه کنیم. انگشت کوچیک، ببینم یادتون میاد چی بود انگشت کوچیک؟ میشد پینکی. بعدی رو بریم نگاه کنیم. پلک چشم، ببینم یادتون هست. یه تایمر حالا بیاد اینجا زمان به 0 برسه ببینیم یادتونه. میشد eyelid. بعدی رو بریم با هم دیگه ببینیم. سوراخ‌های بینی اگه یادتون باشه چی بودن.
میشد nostrils. بله. بعدی رو بریم با هم دیگه ببینیم. شست پا. ببینم یادتون هست که شست پا چی میشد به انگلیسی؟ بله میشد big toe. بعدی رو بریم ببینیم. استخوان ساق پا. باز تایمر بیاد تا به 0 میرسه فکر کنید. میشد شین. بعدی رو با هم دیگه نگاه کنیم. فک. ببینیم یادتون هست. تایمر رو بزنیم. خب میشد جا. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. مثانه. تایمر بیاد ببینیم که چقدر از این مطلب یادتون هست. میشد bladder. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. ماهیچه های ساق پا. باز تایمر بیاد ببینیم که یادتون میاد. بله میشد کف. بعدی رو با هم دیگه ببینیم. باسن. ببینیم که بعد تایمر ما یادتون هست. میشد بارک. خب بریم بعدی رو با هم دیگه نگاه کنیم. کیسه صفرا. باز تایمر رو بیاریم منتظرشیم ببینیم شما یادتون میاد. بله میشد gall bladder که میشد کیسه صفرا. بعدیمون روده هست. ببینم بعد تایمر یادتون میاد. میشد intestine که به معنی روده هست. بعدیمون شکمه. یکم فکر کنین دوباره ببینم بعد تایمر یادتونه. میشد belly. بعدیمون نافه. دوباره بعد تایمر بکنید. میشد belly button. بعدیمون سیستم ایمنی بدنه. دوباره فکر کنید بعد تایمر ببینم میتونید بگید. سیستم ایمنی بدن میشد چی؟ میشد immune system. بعدیمون سیستم گوارشی بود. دوباره فکر کنین. 3 2 1 تمام. میشد digestive system. بعدیمون اون قسمت ناحیه زیر سینه تا بالای قسمت تناسلی بود. فکر کنیم ببینین چی میشد. اینم میشد abdomen. بعدیمون شاهرگ یا سرخ رگ بود. ببینم یادتون میاد که چی بود. خوب فکر کنین. بله اینم میشد artery که به معنی شاهرگ یا سرخ رگ بود. بعدیمون سینه هست. فکر کنین ببینین یادتون میاد چی بود سینه. اینم میشد breast. بعدیمون استخوان ترقوه هست. فکر کنین دوباره ببینیم یادتون میاد چی بود استخوان ترقوه. اینم میشد collarbone. و بعدیمون پوست سره. فکر کنین با هم دیگه ببینین یادتون میاد چی بود پوست سر. بله پوست سر هم میشد scalp. بعدیمون ضربان قلبه. اینم فکر کنین ببینین یادتون میاد. اینم میشد heartbeat. حالا بعدی رو نگاه کنین. سلول. ببینین سلول یادتونه چی میشد. بعد از تایمر یه فکری بکنین با هم دیگه. میشد cell. خب بعدی رو فکر کنین. عضو بدن. یادتونه چی میشد. یه فکری کنین. عضو بدنم میشد organ. بعدیمون رگ. فکر کنین ببینین رگ یادتون میاد چی میشد. بله رگ هم میشد vein. بعدیمون رگ خونی هست. فکر کنین بعد از تایمر ببینیم میتونین بگینش یا نه. رگ خونی هم میشد blood vessel. بعدیمون این سیب گلو یا برآمدگی استخوان روی گردن بود. اینم فکر کنین ببینین یادتون میاد چی بود. اینم میشد Adam's apple. خیلی خوب دوستای عزیزم، اگه تونسته باشید این تسترم با موفقیت گذرونده باشید و اکثر کلماتش یا تمام کلماتش درست گفته باشید، بهتون تبریک میگم. شما با موفقیت این کلیپو پشت سر گذاشتین و یه سری مطالب جدید در مورد
اعضای بدنتون یاد گرفتین. امیدوارم که مطلب براتون مفید بوده باشه. پستر رو حتما سیوش کنین، ویدیو رو لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین، سابسکرایب هم یادتون نره و حمایت کنین دیگه. مرسی از توجهتون. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.